سلام بچه‌ها. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با هم دیگه پلاگین بلیز AI Face Detection رو بررسی کنیم و یکم صدام گرفته، آخر ویدیو بهتون میگم چرا. این پلاگین برای نرم افزارهای پریمیر و افتر افکت منتشر شده و با استفاده از هوش مصنوعی میتونه چهره شما رو تشخیص بده و اونها رو سانسور کنه. این پلاگین میتونه تو دو حالت پردازش با CPU و GPU کار کنه و این به این صورت دست ادیتور رو باز میذاره که موقع تدوین با توجه به سیستمش انتخاب کنه که از CPU استفاده کنه یا از GPU تا سرعت رندرینگ پلاگین رو افزایش بده. این پلاگین پریست های مختلفی داره و شما با چند کلیک ساده میتونید این پریست ها رو روی تصویرتون اعمال کنید. شما حتی با استفاده از مودهای مختلف پلاگین میتونید فقط چشم‌های سوژه‌تون رو سانسور کنید یا با استفاده از ماسک کردن بیاید یک افکت خاص یا جلوه ویژه خاصی رو به صورت سوژه‌تون اضافه کنید. فایل دانلودی این پلاگین رو داخل کانال عمومی تلگراممون قرار دادیم، میتونید از اونجا دانلود کنید و آموزش اصولی و کامل این پلاگین رو داخل کانال VIP مون قرار دادیم و بچهای دوره میتونن ازش استفاده کنن. این پلاگین بلیز AI Face Detection رو خیلی بابا اسمش سخته. من دارم فندق میشونه. یک تدارکات خوب رکورده. بچه‌ها میخوام امروز در رابطه با سانسور هوشمند با این فندق رو بخور. بچه‌ها یه تدارکات نمیذارن ما ضبط کنیم. بچه تو کامنت ها بنویسید این کلمت چرا میارزه. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید و لایک و سیو و شیر و از این حرفا یادتون نره. بازم برسید.